امروز میخوایم با یک زیردریایی اتمی سفر کنیم. بدون اینکه بخوایم حداقل 3 ماه از خونه دور باشیم، هیجانش رو تجربه کنیم و قسمت‌های مختلفش رو با هم بررسی کنیم. تاکنون 6 کشور آمریکا، انگلستان، فرانسه، هند، روسیه و چین اسمشون در زمره کشورهای دارای زیردریایی اتمی ثبت شده. زیردریایی اتمی برای کاربرد نظامی استفاده میشن، چرا که برای کاربردهای گردشی و غیره صرفه اقتصادی ندارن. زیردریایی اتمی برای جاسوسی، حملات نظامی و پرتاب موشک به کار میرن. زیردریایی با هدف حمله و جاسوسی کوچکتر از زیردریایی هستند که حامل موشک اتمی هستند. معایب استفاده از زیردریایی دیزلی باعث شد که به زیردریایی اتمی روی بیارن. یکی از مزایای زیردریایی هسته‌ای اینه که نیازی نیست برای سوختگیری مجدد به سطح آب بیاد و میتونه برای مدت زیادی زیر آب بمونه و اگه محدودیتی در ذخیره کردن غذا و مایحتاج کارکنان نبود، میتونست برای سالها در زیر آب بمونه. اساس کار راکتور اتمی در زیردریایی‌ها رو اگه بخوام به اختصار براتون بگم به این شکله که اورانیوم رو به شکل میله‌هایی تحت فشار درون آب قرار میدن. آب به عنوان خنک کننده عمل میکنه و با انجام شکافت اورانیوم انرژی آزاد میشه و دمای آب رو تا 300 درجه گرم میکنه. ولی آب به جوش نمیاد، چرا که یک دستگاه تولید فشار وجود داره که از بخار شدن آب جلوگیری میکنه و آب داغ به قسمت تولید بخار هدایت میشه. پس از اون بخار توربین رو با سرعت بالا میچرخونه و برق تولید میشه. برق تولیدی به موتور الکتریکی زیردریایی میرسه و این سبب گردوندن پروانه‌های زیردریایی میشه و زیردریایی به جلو رونده میشه و سپس بخار از یک مبدل بخار به مایع رد میشه و باز هم به حالت مایع برمیگرده. قسمت بعدی سوناره. زیردریایی‌ها برای اینکه بتونن محیط اطراف خودشون رو شناسایی و ترسیم کنن از سونار استفاده میکنن که در واقع یک فاصله یاب صوتی دریاییه. امواج صوتی پس از برخورد با مانع انعکاس پیدا میکنه. کامپیوتر با استفاده از سرعت صوت در آب و زمانی که طول کشیده به هدف برسه و برگرده، فاصله هدف با زیردریایی رو مشخص میکنه. به این سونار اکتیو میگن که البته برای موجوداتی که زیر دریا زندگی میکنن مضره. البته از سونار اکتیو همیشه نمیتوان برای شناسایی محیط استفاده کرد، چرا که امواج صوتی که زیردریایی تولید میکنه سبب شناسایی راحت خود زیردریایی میشه. بنابراین در مناطقی که تحت نظارت و حفاظت سنگین یک کشوره ممکنه توسط رادارهای ضد دریایی اون کشور شناخته بشه. بنابراین برای کاربردهای جاسوسی از روش‌های دیگه مانند سونار پسیو یا غیر فعال استفاده میشه که خودش هیچ امواج صوتی رو تولید نمیکنه و فقط نویز و صدای محیط رو توسط اپراتور میگیره و با استفاده از کامپیوتر و اطلاعات ذخیره شده‌ای که دارن شناسایی میکنه. برای جهتیابی مسیرش هم از جهتیابی اینرسی استفاده میکنه. جهتیابی اینرسی اساساً سیستم‌های متشکل از شتاب سنج‌ها یا همون حسگرهای حرکتی و ژیروسکوپ‌ها یا همون سنسورهای چرخش هستند که آخرین اطلاعات و موقعیت زیردریایی رو میگیرن و سپس حرکات زیردریایی رو نسبت به اون ردیابی میکنن. با گذشت زمان از آخرین موقعیت قابل اعتماد زیردریایی دقت این سیستم کاهش پیدا میکنه و احتمال برخورد زیردریایی با زیردریایی‌های دیگه رو زیاد میکنه. همراهان عزیز، اگه به ویدیوهایی با این سبک علاقه دارید لطفاً با لایک و یا کامنتاتون ما رو تو این راه یاری کنید. بادبان زیردریایی‌ها جاییه که پریسکوپ‌ها و دکل‌های ارتباطی رو در خودش جای داده و در واقع مرکز فرماندهی و مخابرات زیردریاییه و همچنین محل ورود و خروج کارکنان از زیردریایی هم محسوب میشه. از پریسکوپ برای دیدن جسمی که توی دید مستقیم ناظر نباشه استفاده میکنن و به چشم زیردریایی معروفه و باهاش میشه سطح آب رو دید. و باز هم باید اینو تاکید کنم که توی مناطقی با تحت نظارت شدید پریسکوپ زیردریایی هر چقدر باریک باشه اگه از سطح آب بزنه بیرون، فناوری رادارهای ضد دریایی میتونن اونو تشخیص بدن. زیردریایی 2 جفت بال عمودی و افقی هم داره. یه زیردریایی برای حرکت در جهت عمودی یعنی به
سطح رفتن و همچنین به عمق رفتن ناپایداره و دستیابی به تعادل دقیق بین وزن و شناوری دشواره. سطوح کنترل کننده افقی یا همون بالای افقی بنا به نیاز نیروی به سمت بالا یا پایین به زیردریایی وارد میکنن. صفحات عمودی هم هنگام چرخش یوشک به کار میان و اما پروانه های زیردریایی که با چرخش اونها زیردریایی به حرکت در میاد و نیرو محرکه اونها میتونه موتور دیزلی یا الکتریکی باشه که خب مورد بحث ما موتورهای الکتریکی ناشی از راکتورهای هسته‌ایه. قبلا تحت عنوان یه ویدیو 1 دقیقه‌ای در مورد مخازنی که توی بدنه زیردریایی وجود داره و نمیذاره که زیردریایی غرق بشه صحبت کردیم. لینکشو هم در بالای صفحه هم در توضیحات میذارم که توضیحات ما کامل تر بشه. و اما ممکنه که این سوال براتون مطرح بشه که چطور زیردریایی ها با اینکه ماها در زیر آب هستن میتونن با دنیای خارج ارتباط بگیرن و حین عملیات از مافوقهاشون دستور بگیرن. تقریبا امواج رادیویی نمیتونه از آب شور که یک رسانه الکتریکی عبور کنه، اما امواج رادیویی با فرکانس بسیار پایین تا حدی میتونه در آب اقیانوس نفوذ کنه. بنابراین این امواج رادیویی با فرکانس بسیار پایین که به اختصار بهش VLF میگیم هسته سیستم ارتباطات رادیویی رو تشکیل میده، ولی به شرط اینکه زیردریایی ها حداکثر در عمق 30 متر باشن و چون خودشون فرستنده بزرگ رادیویی ندارن برای پاسخگویی به پیام ها باید به سطح آب برن. البته در سالهای اخیر از امواج رادیویی شدیداً پایین که به اختصار ELF گفته میشه استفاده میکنن که زیردریایی ها به جای عمق 30 متری در عمق 120 متری میتونن پیام ها رو دریافت کنن. تکنولوژی‌های دیگه هم وجود داره که یا کمتر معمولن یا در مرحله تحقیق و بررسی هن. اتاق اژدر جاییه که موشک‌های زیردریایی ذخیره و نگهداری میشن و در واقع اژدر مانند موشک یک موتور پیشران داره ولی سرعتش از موشک‌ها کمتره، چون چگالی آب از هوا بیشتره. عبور اژدر از آب سبب کاهش سرعت اون میشه و در آخر نزدیک به هدف یا پس از برخورد به اون منفجر میشه. برامون بنویسید که در ازای چه مقدار حقوق حاضرید در این شرایط کار کنید و تخمین میزنید حقوق پایه کارکنان و افسران زیردریایی تو آمریکا چقدره. چیزی که تو مسئله زیردریایی ها خیلی مهمه بالا نگه داشتن روحیه سربازان و کارکنانه که برای این امر افسران ارشد سعی میکنن یه سری از مسائل رو رعایت بکنن. یکی از این موارد غذای کارکنانه. تو این لوله فلزی ایزوله غذا خوردن بزرگترین دلخوشی اونا محسوب میشه. مواد غذایی تازه تا 2 هفته میتونه دوام بیاره و بعد از اون کیفیتش کم میشه. از اون پس اونا مجبور به استفاده از غذای کنسروی، خشک شده و فریزر شده هستن. موضوع بعدی ورزش کارکنانه که به علت کمبود فضا توی هر گوشه و کنار سعی میکنن یه دستگاه ورزشی قرار بدن. میشه گفت در زیردریایی حریم شخصی معنایی نداره و ممکنه حتی کارکنان یه تخت اختصاصی نداشته باشن و مجبور باشن تختشون رو با یکی دیگه شریک بشن. و اینجوریه که وقتی یکی در حال کار کردنه اون یکی در حال استراحت و خوابیدن باشه و برعکس. و چون به اینترنت و تلفن ماهواره‌ای هم دسترسی ندارن شرایطشون به مراتب سخت‌تر از نیروهای شاغل در کشتی هست. و اینه که افسران ارشد علاوه بر کارهای معمول خودشون وظیفه دارن مراقب حال و احوال زیردستاشون باشن و اجازه ندن بحثی بین کارکنانشون رخ بده، حتی در مورد رویدادهای اجتماعی. و اگه پیامی دریافت کنن که حاوی خبر ناراحت کننده و حتی مرگ یکی از بستگان سربازان باشه اونو منتقل نمی کنن. و همچنین یک زیردریایی بنا به مسئولیتش و تعداد روزهایی که تو مأموریته باید از نظر پزشکی تا حد قابل قبولی مجهز باشه که در صورت نیاز حتی بعضی از عملهای سرپایی رو هم بشه توش انجام داد. همراهان عزیز، اگه به موضوع خاصی علاقه دارید حتما با ما در میون بذارید تا محتوای مطابق سلیقه خودتون دریافت کنید. ضمن اینکه بهتون پیشنهاد میکنم ویدیوهای دیگه ما رو هم از دست ندید.